طور قبلا خبر دادیم روز 17 سپتامبر سال 2023 در یک صدمه در نزدیکی اسفره دو ساکن این منطقه به هلاکت رسیدند. منابع پایگاه خبری بامداد با ارسال یک ویدیو از جای حادثه خبر دادند که بابا شورامتوف ساکن 58 ساله اسفره با ماشین اوپل زفیره مهاجران از دهه ورخ را که از شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه به وطن برمیگشتند به اسفره می آورد، ولی وقتی که تو رسیدن به خانه‌هاشون همگی چند کیلومتر دیگر مونده بود ماشینشون به یک مرسدس برخورده و در نتیجه بابا شورامتوف و یک مسافرش فرزان سفروف ساکن 43 ساله اسفره یکی در جای حادثه و دومی در بیمارستان جان دادند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داد که روز 17 سپتامبر سال 2023 در 3 صدمه در راههای جمهوری 4 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر زخمی شدند. از جمله 17 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 11:25 راننده ماشین تمغه اوپل زفیره شورامتوف بابا سال تولدش 1965 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد اسفره گلستان در کیلومتر 115 شاهراه اسفره خوجند اسوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه مرسدس پرینتر تحت دوره راننده رحیموف پرویز سال تولدش 1991 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل زفیره شورامتوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین مسافر اوپل زفیره سفر فرزان سال تولدش 1980 ساکن همین شهر جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. همچنین صبح 17 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 04:30 راننده ماشین تمغه اوپل زفیره نظروف امام جان سال تولدش 1972 ساکن نویه بلخی هنگام حرکت در شورای دوشنبه 5 پایان در کیلومتر 120 در حدود نویه بلخی از دوره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه وز تحت دوره میرزایف عزت الله سال تولدش 1992 ساکن نویه جیهون برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه وز میرزایف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر ماشین مذکور عبدالعلیموف امام جان سال تولدش 1995 ساکن نویه جیهون جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. همزمان راننده ماشین تمغه اوپل زفیره نظروف و مسافرانش احمد و نزاکت سال تولدش 1969 ساکن همین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همین طور نیمه دوم روز 17 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا حکیموف شاکر سال تولدش 1986 ساکن شهر ترسونزاده هنگام حرکت در شورای ترسونزاده دوشنبه در حدود جماعت دیهاتی رضای شهر ایسار از دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر تقویف مقیم جان سال تولدش 1975 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر تقویف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت آید بین حادثه‌ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.